کی با شما پسند است؟ کی میخواد؟ من نوزیه. من میخوام نوزیه. نوز کرشمه نوزیه. من فکر میکنم که همین نوز چهره شیرین نوزیه داره. من بسیار عاشق این چهره نوزیه. شما پیش دوست نزدیکی دادر پرزیدنت قبلی افغانستان بوده؟ درسته. یعنی شما در حقیقت بدیم ولی بینگر به دلم از تو چی ها میطلبه، عرفت به دلم مهر و وفا میطلبه. درود بینندگان عزیز، علاقمندان برنامه‌های فرهنگی و فراغتی کانال ام پروداکشن. برنامه نوبتی اسرار هنر است تقدیم شما این لحظه ها از باغ فرهنگی و فراغتی به نام استاد فردوسی و این لحظه ها مهمانی برنامه ما هستند. یک تم چهره شناخته، هنرمندی خوش صدا، هنرمندی واقعا هم پرهنر تاجیک، شرف قربان. خوش آمدید به برنامه. سلامات باشید عبدالرحمن جان. و تشکر میگم به شما که دعوت ما رو پذیرفتید. سلامات باشید، برای دعوتتون تشکر. یک سلام گرم و نرم برای تمام مخلصان و تمام پادپیچکای همه کانال ما. امیدوارم که همیشه در خدمت همدیگر باشیم، پر از برادری و پر از مهر و وفا و پر از سما و صمیمیت در قلبای ما و شما جا باشد. زنده باشید، بار دیگر خوش آمدید و بیایید در آغاز برنامه یک ترانه جدید با صدای گیتار با آواز زنده از شرف قربان میشنویم و صحبت خود را بعداً ادامه میدیم. ترانه نو برای شما و درباره گیتارت با صحبت میکنیم فتید. تو برام یگانمی، تو چراغ خانمی، در عالم نشانمی، بیمان کنارم، بیمان کنارم. تو هستی خوش روی من، گلی خوشبوی من، نازنین بهارم، دوستت ندارم. شما باشین کنارم، من غم ندارم، شکایت از خداوندم ندارم. گفتی عزیزم تو باشی کنارم، صبر دوریت را دیگر ندارم، دیگر ندارم. گفتی شرف جان تو باشی کنارم، صبر دوریت را دیگر ندارم، دیگر ندارم. تو برام یگانمی، تو چراغ خانمی، در عالم نشانمی، بیمان کنارم، بیمان کنارم. تو هستی خوشبوی من، ای گلی خوشبوی من، نازنین بهارم، دوستت می‌دارم. تو باشی کنارم، من غم ندارم، شکایت از خداوندم ندارم. زنده باشید، صداتون خسته نباشد. و اوید این گیتار شما حرف زده، در حقیقت این گیتار برای مشق کردن است اساساً. باز شما هنرمند و همچنین مطرب خوب هستید، فکر میکنم با از ما دیده بهتر میدونید. عبدالرحمن جان، من میتونم که با شما وعده بدم که هم یک برنامه کنین که شما همین مردم تاجیک کمی که در دل در حواسش داره همین گیتار یاد گرفتن، شما یک برنامه تشکیل کنین که کمی که هستن مخلصایی که میخوان گیتار زدن شان یاد بگیرن، بیایم با برنامه‌تون. من نگاه شما میکنم کوشش همین گیتار زدن کنم. من همین گیتار هر یک برنامه تدت فدار کم میکنم. آموده توفا میکنی. خیلی یک تمام بیارین میشه ولی. خوب بچه‌شون. ویرم و پرکت وردگی. این گیتار رو هم صرفی هفت میدادن که کم کم با قفن یاد بگیرین. گیتار عبدالرحمن یکیم‌زاده این با گفتی صاحبش از قزاقستان خرید آورده است. و به هر صورت تشکر میگیم به شما و بیاید اطراف همین ترانه کمی صحبت کنیم. چگونه تولید شد؟ این ترانه توجدین قربان برادرم، او هم اکید میدونه که یک نمی راه دبره و یک جور نگاه میکنه و یک شعر یک ایجادیو در سرش میزنه و پیدا میشه و میبروید. خب پای این ترانه اگر که بگردیم قصه درست دوره، قریب که ما یک سال میشه که همین ترانه را دیگر آهنگ با دیگر آهنگ، دیگر آهنگ با دیگر آهنگ میکشم، اسم برام سخنش روز نمیگیره. با پیش برادر میرم ایسر جاش ایسر بنویس، مقصد در قافیه بندی کم تر کوتاهی میکنن. همین خاطر میده زدیم توجینجون قربانی را برای سه تا دخترک دوره، برای هم دختر چوش در شعرش خیلی گفته گردن که
باید که این خیلی بشید. تو هستی خوشبوی من، ملکه خوشروی من، نازنین بارون دوستت می‌دارم. شما باشین کنارم من غم ندارم، شکایت از خداوندم ندارم. تو هستی خوشبوی من، نام دخترش خوشبوی کلونیش، نام دختر موبایلش ملکه، مایدکیش نازنینه. ملکه خوشروی من، نازنین با وای خاطر اون شرف جان اکم قدر روز یک حواسی خیلی مردم در برآمد ندارم. همین سرود شما بخونین راستیگه با اکثریت سرودی توجین جون هم میخونم. هنوز کلیپ آن رو ثبت نکردیم. کلیپ نکردیم، در یک برنامه کنسرتی سالنوی بود برآمد کردیم. و چند سال شما روی صحنه نبودید. فرض کردیم شرف قربانی که 5 سال قبل 8 سال قبل بود و شرف قربانی که امروز است، شما چی فرقیت میبینید؟ من راستیگه میخوام بگم همین پدینه در برنامه نعیم سیدعلی میدانیونه برآمد کردیم. همین سوال شیده بود، های سوال اکه بگردیم. راستیگه من خودم نمیدونم چی خیلی شدیم، همون خیلی مایده رفتم، هم خیلی دیگه خدمت حواسم دیگه سین سال من رفت. چی مشکلی داشتید که چند سال روی صحنه نبودید، کلیپای نو نکردید؟ شاید که سرپرست نبود، شاید که دیگر مشکلات زندگی بود. سرپرست اولین درجه میستاد، سرپرست هم نداشتیم بگیم میشه، نه که خیلی جد بود. راهی مقصد زندگی گپای شخصی با مخفی هم نداریم، نمیتونیم گفته. به هر حال خیلی تحمل کردیم، خیلی طاقت کردیم، گذشتیم ای وزبینیاش. انشالله که این روز که روی قدم صحنه زدیم دلش میریم انشالله. پیش میگفتن که شرف قربان خیلی یک صنعتکار مغرور است، هوا بلند است، اما امروز ما نمیبینیم در خصلت های شما چند نفر رو این اوضاع تا کجا حقیقت داشتن؟ هنگامی که زمانی که مشهور بودید، من میدونم شما سفرهای هنری بسیار داشتید به افغانستان، بعد روسیه، دیگر مملکت‌ها، همون وقتا همین چیز بود در شما؟ من راستیگه در خودم کاتگوری ندیدم، اما اکثریت انسان اهمیت میده. خیلی این دنیا خیلی بگیم هر یک نمی گل خیلی زیبا و نازنین است. مثال 100 بار گل بوی خوشرو میکند، بینه که همین گل خوشرو در پایانش خار دارد، یعنی که همین گل هم بوی خوشرو میکنه، زیبا است اما پایانش در دشمن دارد، خار دارد. برای خاطر چی گفتنیم که تا به خاطر دارم از این زندگی نامهربانی دیدم، با همه کس همراه بودم و به همزبانی دیدم. هرچی آرد روزگار رنج و مشقت بر سرم میپذیرم، من آن روز را چون روزگاری پست فانی دیدم. هیچ کسی در راه سخت زندگی یاری رسانی من نبود، من فقط از جانب پروردگارم پشتیبانی دیدم. من هیچ کس بدی ندیدم، ایشالله که در چشم خودم ندیدم. من همون آدم همون خیلی مردم شما دوست می‌دارمشون، هر جای باشم بیان دوری دیده. بله زنده باشید. و بعضی ها بر اون نظرن که گویا که شما اویله‌دار شدید و این سبب یک مدت توقف کردن شما گشته است. شما در حقیقت اویله‌دار شدید؟ بله من اویله‌دار بر وقت شده بودم، نه که این سبب شده نمیتونه. کدام سال بود اگر مخفی نباشه؟ چون درباره شما کم میدونن مخلصان که چند زن داره، چند فرزند داره. یک پای زن قصه نمیگردیم. خیلی میره اطراف زندگی شخصی شما کمی صحبت کنیم، چون برای مخلصان بیشتر همین چیز جالب است، میخوان که فهمن. کدام سال بود اویله‌دار شدنتون؟ ما اویله‌دار شدیم 2018 16 ماه ایون و خیلی بود. توی در کجا شده بود؟ در نایه مومین آباد. سراینده کی بودن اگر مخفی باشه؟ سراینده قربان شریف زاده خاتم بردم. دیگه روسیگه توی من خیلی شد که هیچ خودم نفهمیدم چه خیلی گذشت. فکر نکنم برادرم من فیروز کنم. سرود نخوندی؟ شاید خوندگی باشه. من در یاد دارم که شما ما رو خبر کرده بودید در توی، از سبب اونی که ما خودمون در توی بودیم متاسفانه نتونستیم اشتراک کنیم. از همین خاطر من سوال دارم. و چند فرزند دارید اگر مخفی نباشه؟ ما از بگیم که جوگا نکنیم، اگر خطا نقل کنیم که سیرانو خط بو میبرویم. میدونن مخلصانه؟ برای این خواهد ما یکم اویلم 2011 فرزند دارم، صاحب 2 فرزندم.
پایینش انشالله یک فرزند است. یعنی که شما 2 مرتبه اولادار شدید. بله بله. این زمان با کدام از آنها زندگی داره؟ اوله یا که دوم؟ دویمش قطعی زندگی دارم. نه گرفتم. از اول پورا جدا شدید؟ نه بله اون جدا شدید. بله سلامت باشید. و این زمان از پای آماده کردن کدام ترانه جدید است؟ چون فصل بهار است، هنرمندان در جستجوی آهنگ‌های نو هستند. باید داریم معلم. انا یک ترانه را ما نو خوندم کمتر شد در استودیو خوندم شما دیدین در فیسبوک بود در چیز دیدین شما گفتین بعد گفتین که الفت نه در این کلمه الفت است الفت نیست. ما این چیز خبر شدیم که همین ترانه را ما خاموش موندم به خاطر که همین کلمه را انیقش بیامم که الفت یا عرفت در حقیقت الفت است در فرهنگ زبان تاجیکی همین چیز الفت هست عرفت هم بوده است. عرفت یعنی با چیز عرف و عادت گفتن گپ عرف بوده هم خیلی عرف هست ولی در همون شعری که شما خوندید اونجا الفت باید شود. بیاید هم ترانه 4 مصرع میشنویم مخلصان خود خلاصه میبرم. بنگر به دلم از تو چی ها میطلبد عرفت به دلم مهر و وفا میطلبد عرفت به دلم مهر و وفا میطلبد سر تا سر جمله ها یک حرف بگو از آخری جمله ها همان میطلبد از آخری جمله ها همان میطلبد ای گل عاشقت شدم باز خریدارت شدم ای گل عاشقت شدم باز خریدارت شدم نگاه من بسوید عاشق برایت شدم عاشق برایت شدم نگاه من بسوید عاشق برایت شدم عاشق برایت شدم. سلامت باشید زنده باشید و بیایید به قسمت دومی برنامه ما میگذاریم که از 10 سوال عبارت است که سوال ها طریق واریانت پیشنهاد شما کرده می شوند و شما واریانت موافق رو باید که انتخاب کنید. آماده باشید. اگر ما آماده اگر همین گیتار تستر بگیریم وزنی بعد جوری بعد شروع میخوننده همین اگر کارگردان میکنند باشه بهترش همین ما در همین میان میمونیم اگر زید نباشه چون همونش میشه خلال نمیرسوند. خب بفرما عبدالرحمن جان میرویم و رفت و اگر یگان سوال به عزت نفس شما رسد شما میتوانید که پاسخ نگردانید. خب چشم. سوال اول آیا راست است که شما سرود خبر ندارد یارم را از دیگر هنرمند دزدیده سراییده اید؟ واریانت ا بله، واریانت ب نه من از سراینده این سرود اجازت پرسیده بودم، واریانت و این سرود خود من است. این سرود من نیست ولی من از صاحب همین سرود یک سرود من اون کس رو دادم و یک سرود گرفتم. ایوازی یک سرود من سرود کی بود اصلا؟ این اصلا سرود استاد گریز رحمونای آهنگی گریز رحمون. بله خیلی یک سراینده خونده بودم. یک سراینده خونده بود. من سراینده رو فرود کردم گفتم که مقصد بیا همین سرود من را شما بخونین این سرود من خونم خوب میشه اونجا ایواز کردیم سرود رو. و سوال دیگر یک وقتا یک آوازه بود که شما پیش دوست نزدیکی دادر پرزیدنت قبلی افغانستان بودید و او با شما سرپرستی میکرده است و هر کجا میرفته است شما رو همچون سراینده پسندیده خود با خود میبرده است به محفل ها. همین آوازه راست است؟ بله بله من راست است؟ نه این آوازه حقیقت نداره. اون واریانت درست یعنی شما در حقیقت بدیم ولی مگر مخفی نباشد کدام پرزیدنت افغانستان بود؟ وای حمید کرزی بود فیروزخان کرزی میگفتن خیلی یک برادری ما دودرش وای دودرش نبودن وای جیانش بودن و از روی بعضی معلومات گویا که در یک ترکیش هم خیلی فهمیدیم به هلاکت رسید. بله همون با شما سرپرستی میکرد البته میکرد. ما برادر که میومد ما عموما در فکر صنعت هم نبودیم وقتی که همین سرپرستی مون کردن و نردیل مون که جوشید ایده برام امروز صحنه. بله. سوال دیگر
آیا راست است که شما خیلی انسان احساسی و زودرنج هستید؟ بله، من خیلی انسان احساسی ام. به نه نوازه حقیقت ندارد و از گپ‌های دروغ و تهمت میرنجم. و همون گپای دروغ و تهمت میرنجم. زود میرنجید. بله. بعد میتونید بخشیدن؟ من با فکر میبخشم، چون میدونید من کاری که همین روز با سر من میگذرد، اگر یک ماه بگذرد من برای دیگه فراموش میکنم. من دیگه همون آدم ایسر یک بروگه ببینمش کو میرم سلام قچقش میکنم، خیال من فراموش خاطر من فراموش رفته چی گپ چی شید. بله. سوال دیگر، سالهای پیش بیشتر به سفرهای خارجی میرفتید. کی به شما سرپرستی میکرد؟ سرپرست نداشتم. ب سرپرستم برادران افغانم بودن و یار دوستان به من کمک میکردن. همین رو دوستا بودن کمک میکردن. من که سرپرست دیگه نداشتم. اگر مخفی نباشد به کدام کشورهای خارجی سفرهای هنری داشتید؟ برنامه ها تهیه کردید؟ خیر رفتیم، همون افغانستان رفتیم، همون مسکو رفتیم، هم خارج رفتیم مخفی. بله. اکثریت. سوال دیگر، با کدام هنرمندی بانوی تاجیک آرزوی دویت خواندن دارید؟ شبنم سوریا، ب زلیخا محمدشایوا و فیروزه حفیظova، گ دیگر نفر. کی به شما پسند است؟ کی میخواید؟ من نوزیه. من میخوام نوزیه استیل خود نه. میخوام خطی نوزیه بخونم، دویت باشه هندیش کیش میفوره، تاجیکیش میفوره، افغانیش میفوره، او دمیزه بده. همین نوز کرشمه نوزیه. من فکر میکنم که همین نوز چهره شیرین نوزیه دوره. من بسیار عاشق چهره نوزیه میخوام که با همین خاطر حتی نوزیه. پیشنهاد نکردید؟ من روزگه پیشنهاد نکردم، روزگه من ایزو میکشم. من فکر میکنم که اگر نوزیه بانو برنامه ما رو تماشا کند خیلی خوب میشد که اگر دو هنرمند کسبی، دو هنرمندی که واقعا هم صدای خوب دارند با هم یک دویت سرایند در این فصل بهار، فکر میکنم برای مخلصان یک سورپریز میشه. بله. خب آیا راست است که شما دو زن دارید؟ نه. 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 خیلی گفته در آغاز برنامه که عین زمان یک زن دارید. بله. در زندگی برای شما از همه چی مهمتر است؟ مهر و محبت دوستان و نزدیکان، ب پیشرفت هنر و صنعتم و عائله و فرزندانم. عائله و فرزندانم بسیارتر مهمتر است. یعنی عائله رو از صنعت هنر بالاتر میدونید؟ بله. من بسیاری وقت در فکری همین سه دختر دارم، نصیبه جون، نظیره جون و راحله جون. همین فکرم در همین سه دختره دیگه. ما فقط همین چی کاری میکنم نمیکنم، اول همون زنگ میزنم میگم که چی خدمت چی کم بوده، ما میپرسم. زنده باشه. و سوال دیگر، برای خدمت رسانی کردن در توی ها چقدر حق خدمت میگیرید؟ من چون برای چی من این سوال رو به اکثر هنرمندان میتیم که بعضی هنرمندان بین نهایت نرخی گران میگیرن، مبلغ زیاد طلب میکنن. 5000 سومانی، ب 8000 و 10000 گ از شرایط تویدار و مسافه راه وابسته است. بله، همون گ از شرایط تویدار لیش نماده همه خیلی وابسته است. او را نگاه میکنم بیچاره اگر نه کم میره به برنامه 3 ساعت بازم میشده، او بازم با خوی نخوی میشیده، هم کم میره به برده بچه این دیل یا بازم که مقصد که مردم بشنن که شاهد شوند که همین توی کدی همین روز شو بچه مقصد دیدن که تشو شیدی او یه روز میگذره او را نمیتونه ماجقیدن نمیتونه. تخمینم چقدر مبلغ؟ تخمینم شرط نیست که همون مثلا ما همین 5000 ما داد بس او جقیدن در کور نیست. او یکی میگه چه رکلام مثل داشتی خوب میپوشه و یکی میبینی ایزاگی اوزاگی تمام خیلی گرم میزنن چخشخ نه و خیلی ما خیلی اوفیز نیستم. من هم اوفیزی برادرانم میرم کمش از اورش میرسم میرم یوردمش میکنم. یگان رویگو رفتید با یگان مخلص؟ من از اور بور رفتم رویگو. زنده باشه. رفت اگر ترک آوازخوانی کنید یگان هنر دیگر دارید که با اون مشغول شوید؟ بعد دهقانی مشغول میشوم، ب استای تعمیر خانه میشوم و بررسی به مهاجرت مهنتی میروم، گ به تجارت مشغول میشوم. کدام هنر استعداد
دارید که با روسیه خروج اکی یک با منوی که مقصد مردی کار فعال نی ای کار میمونه ما هیچ وقت شغل ای کار نمیمونم در تاجیکستان ما هر لحظه کار دارم ما هر لحظه مثلا من گیتار قطعی ترکیت پورا صنعت کردید موسیقی هنر یگان هنر دیگر دارید که ای ما اگر ترک همین بکنم کار بسیار مو هم دست پا داریم هست همون خدمات باید فکری در میزنه میگیریم یگون جو مغازین میگیریم یگون تاکسی مقصد نه من در زندگی ما میبرم پیش میتوانید که با تجارت مشغول شید بله زنده باشید چی آرزویی دارید که تا حال عملی نشده است آرزو دارم که مشهورترین هنرمندی تاجیک شوم ب میخواهم که در دوشنبه خانه با حشمت ساخته ماشین شخصی خریداری کنم و میخواهم که هنرمندی ثروتمندترین شوم دیگر چیز چی میخواهید چه آرزو دارید از همین آرزوهایی که ما واریانت ها آوردیم یگانش با شما موافق هست نه راست که یگانش موافق نیست من فقط همین آرزو دارم که همون پسندوز کنم برای همون دخترکم همون دخترم من آخری توی کنم خونه‌شون جدا کنم آخری با آب رو هم شو گفتم برام هدف من حوزی تو با همون دخترو پوچیا بعد من دختر ساق سلامت جدا کنم خوب شدن بعد هم دوشون میتونم بعد پای زندگی خودم میشم یعنی که شما آرزو دارید که اویلای شما خوشبخت بله بگذار خرسمشون هم میشه و در آخر برنامه با مخلصان بینندگان برنامه اسرار هنر و مخلصان شما که چند مدت است شما را ندیدن چی گفتن یا دارید؟ خب تشکر یک بار برای دعوت کردگی شما برای برنامه بسیار هم زیبا یک صحبت جالب داشتیم عبدالرحمن جان عزیز میخوام که همه مخلصان ما در خدمت ما باشه که اگر شما در خدمت ما نباشین من نمیتونم کانال پیش برده هنر پیش برده من میخوام که شما در خدمت ما باشید و کسانی که در حالتهای همین جاهلیت گذشتگیمون یگون گپی خطاتون زد باشون شما ببخشین ما را بیا برادر شیم ان شاء الله که با در خدمت یکدیگرتون هستم پادپیساتsia میکنیم یاردم میکنیم شما را هم در آخر برنامه میگم که در تویاتون با میون خدمت میکنم بینندگان عزیز نگفتن هموند که شرف قربان کانال خود رو در یوتیوب شدند ما در بالای نوار میمونیم کانال شرف قربان را شما حتما مخلصان اصیل او نفرانی که هنر او را قدر میکنید با کانال شرف قربان ابونه شوید و میبه ترانه های جدید او را از کانال خودیو با صدای زنده و نوازش گیتار میتوانید که تماشا کنید و بار دیگر تشکر میگویم به شما برای شرکت و یک صحبت جالب و صمیمی بینندگان عزیز مهمانی برنامه اسرار هنر بودند آوازخوان جوان امیدبخش شرف قربان برنامه اسرار هنر بود تقدیم شما از کانال ام پروداکشن و شما با کانال ما ابونه شدن رو فراموش نسازید زیرا ابونه شدن شما پیشرفت فعالیت ما خواهد بود خیر تا برنامه های دیگر